شاهنامه حکیم طوس، فخر ایران زمین. ما هممون به داشتن شاعری این چنین با توانایی و قلمی اینگونه سترگ و بزرگ به خودمون می‌بالیم. شاهنامه برند هست فردوسی یا بیژن منیژه یا کیقوباد یا طوس یا گرسیوز. اگر همین برندها رو بخوام داخل یک مجموعه قرار بدیم کار درستی کردیم، یا این برندها باید دونه بدونه و جدا از همدیگه مورد بحث و فصل قرار بدیم. عین همین مسئله رو شرکت‌ها دارن وقتی وارد بازار میخوان بشن و وقتی که چند برند دارن و همین برندها رو میخوان وارد یک بازار کنن، آیا باید نسبت این برندها با هم دیگه مانند نسبت حکیم طوس و شاهنامه به قهرمانانش باشه؟ یعنی نسبت یک مستر برند با برندهای دختر یا خواهر زیر دستش، یا اینکه نه باید کاملا از هم دیگه جدا باشن؟ این مسئله‌ای که به نام برند آرشیتکچر که در مبحث بعدی با خواهیم پرداخت.